سلام، خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشین. باز هم برنامه وظیفه هست و ما آمدیم در یکی از فلزکاری های شهر کابل که تجربه کنم کار فلزکاری را. میبینیم که اینا به ما کار میتد کمرشان انجام میتون یا تنها میمونن که ببینم. خب ما آمدیم پیش وحیدالله جان، یکی از فلزکارهایی که در این دکان کار میکنن و ما میخوایم ازشان که مرا امروز باعث همکار خود قبول کنن. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب است؟ چطور میگذره کاروبار دیگه؟ خوب است، شکر، بد نیست. به حسابی مرض یک کار تغییرات کرده. آمده. خب خیلی ما امروز آمدیم که برای شما کار کنیم، اینجا هم کار باشد. پس چی کارا رو امروز قرار است انجام بدین در دکان و ما باید کارا خاصه ما امروز دروازه داریم. دروازه کار میکنیم دیگه. کتاره باشه، با این پوش، شنگر چیز باشه. درست است. پس کارهای شاگردی تان بانید و ما هم کمک یاد بگیریم و برنامه هم پیش بریم. درست؟ میشه انشاءالله. سلامت باشین. میریم بخیر شروع میکنیم و ما چند خوب است. خب به خاطر کار فلزکاری باید که عینک محافظتی داشته باشین، به خاطر محافظت از چشمایتان به نقطه به چشمای ما ضرر نرسه. ما چند چشما ندارم. میریم بخیر طرف کار شروع میکنیم که این کاری دروازه است. بیا این داستاس رو میکنی چی خودت بیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بس آفرین، باری نیجا بگی. بس نیجا بگی. دیگه از اینجا بیدینگ دیگه نمیگی طرف خاطر میگی خاطر آمد برای کنار نظام این مثل طبیقی این دیگه اندازه کنه این تمام؟ این اندازه دیگه بگی دیگه اندازه کنه نبایش این اینجا چند سانتیست 31 کنار بروش بیشتر تاسو وینئ چې دوی باید ټول یو سایز وي ټول یې اندازه کوو او باید یو اندازه پریش اوس دا دغه میله په دې ځای کې لیم کوم او وګورم چې کولی شم که نه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بزه دلته ولاړ لږ لږ باید او وکړم لږ کنه وکړه چې سیخ شي ډېر احتیاط وکړه دلته یې ونیسه تاسو یو ځل وکړئ ګوره دلته یې ونیوه دغه صحیح ده. بدیل لاس دلته ونیسه ها. روی چالان که بعد بته لرې که صحیح شو صحیح. مثلا چې خپل برنامه کې تاسو دا اندازه وینه چې او ولډینګ شوي دلته یې ونیسئ یو بله پرې ونیسئ سر بس این هم دروازه که ما از اول سرش کار شروع کردیم کم کم کارش باقی مانده بود و حالا هم تمام شده مکمل یک دروازه جور شده و تنها رنگمالیش مانده که باید چند وقت بعد رنگمالی شود تا که حال تازه هست لینکاریش دیگه یک دروازه تمام شده بعضی کارا رو در اینجا ولدنکاری کردیم کتم کردم و اندازم گرفتم و لیمام کردم حالا میرم یک جای رنگمالی است باید یک دروازه رنگ شود من برم برای کمک کنم که کمک رنگمالی را یاد دارم و خرابی نمیکنم انشاءالله یک قلم رنگ زدیم باید کمک خشک شد قلم دیگه شو بزنیم درست برای و حالا کمک آبی هم ازش مونو میشه و باید سفید مکمل شد ماشاءالله ډیر ښایسته رنګ دی اوپو او د رنګ نه د ولډینګ کاري ښه وه د ولډینګ کاري نه د برشکاري ښه وه انشاءالله که دغسې مخکې لاړه شي ډېر زر به انشاءالله استاد شي ما دیده که شاگردی نیسته کنه او ولې نه فریمش خطا خورده میده شده میخوایم میره لیم کنیم و پس یک جای شود میبینیم که چی کارا باید انجام بدیم میگیریم و همینجا در لیم بکنیم باید خراب ایره باز وقتی که ولدینگ شد ایره میتکانی کمی سیاهیش بره باز ولدینگش معلوم میشه دیدی ولدینگ شد اینال به می شکل بالا را بگی کش نکن سیخه که موندی و سیخ خود شو میشه تو فقط هم لیوالیش رو اینم دا چې کله بندېږي دې ته یې شور ورکوه خیر شامل بزن و خیر خدا کنه که دیگه مشکل پیدا نشود برم خالد جان بود که کار کنم تشکر ما هم همین درسته و استاد خود تقدیر میکنم خیر باش پیشت زنده باشید یک کار کردیم که پیسه هم به دست آمد پایان برنامه وظیفه امروز که ما در فلزکاری یا ولدنگکاری بودیم که یک کم کم امراشون کمک کردم شاگردی کردم چطور بود استاد کار؟ خوب بود انشالله خوب کار کردی خوب پیش رفتی شاگرد شده میتون؟ انشالله که بسیار خوب کار کردی در ظرف یک سال دیگه اگه بگم انشالله استاد میشه اوه نه تشکر بسیار زیاد از شما استاد وحید و تشکر از شما هم که با ما بودین به خاطر از اینکه دیگه برنامه ما رو ببینین سابسکرایب کنین زاویه میدیو چنل و خدا نگهدار